امینجان عبدالرحمن را اعلان مرکز تستی که به 20,000 نفر امکان دوباره دانشجو شدن را داد برای رسیدن به آرزوهایش امیدوار کرده است. پس از 2 سال ناکامی در امتحانات قبول او دوباره سری میز نشسته برای دانشجو شدن آمادگی می‌بیند. امید دارم که باید من داخل شوم، سواد بگیرم، علم بگیرم، دانش بگیرم، به مانند دیگران بی سواد نمانم. امینجان سال سوم است که امتحان می سپارد و تلاش دانشجو شدن را دارد. 2 سال گذشته ناکام شد. به فرق از دیگر همسالانش ناامید نشد، روسیه نرفت و در وطن ماند و مردی کاری کرد. از بس که تجربه نداشت از چند جای کارش پیش کردند. فکرشم نکنم که پینه که او از او در و تریزه حجکنی دم قیم بود. در روزای بارانی لای بود، پوری لای چال بود، بارانی در برفاد از او میکشیدم. خشتا سیمنتو را حج کردنش زورم میرسید، نمیتونستم. طاقتم کم که نشید، نماندم. چند بار جواب دادم، باز رفتم برای زندگی ما یافتن. امینجان همراه مادر و خواهرش زندگی میکند. بعد از مرگ پدر، امینجان یگانه مرد خانه است و تأمین زندگی هم بر دوش اوست. دید که نشید زندگی خانه، دید که وزمین خیز ساختمان رفت. میفهمیدمش که عذاب کشیده است. شوا خون نمیکردم تا آمدن. بعد تو همین لباساش همش تر پری او. بعد دخترچم در نقل میکرد که او چم در نگو نفهمم زیغ میشوه. ما در درون او کار میکنیم. بر زمین همه دیدم که بچم اولم در دل شوق حواسی خواندن بده است. مرکز ملی تستی تاجیکستان نهاد مسئول قبول داوطلبان میخواهد در مرحله دوم تقسیمات حدود 20,000 جوان را دانشجو کند. مرکز ملی تستی مقرر کرده بود که تا 15 آگوست همه غالبان آزمون باید در دانشگاه‌های انتخاب کرده خود نامنویس شوند. در نهایت حدود 20,000 جوانی که صاحب عنوان دانشجو شدند به دانشگاه‌ها نآمدند و جای آنها خالی ماند. مرکز ملی تستی برای انتخاب دانشجویان دوره دوم تقسیمات را اعلان کرد. این در حالی است که تا یک هفته دیگر یعنی 1 سپتامبر در دانشگاه‌ها تحصیل رسما شروع شود. قهرمان ما میگوید به عقیده آنهایی که میگویند دیپلم در زندگی به کار نمی رود و امروز دانش مهم نیست راضی شدن نمیتواند. او هرچند حالا چیپته فروش تئاتر لاهوتی است اما وقتهای فارغ از کار تعلیم میگیرد و امید دارد که روز دانشجو می شود. به قول امینجان ناامید شدن در اولین شکست ادامه شکست در تمام زندگی است.